ماجرای طلاق و اعدام همسر مهستی عشقی که به عزا تبدیل شد. عشق، جدایی، درد، اعدام و در نهایت یه پایان تلخ و غم‌انگیز. توی این روایت میخوام براتون بگم که واقعا توی زندگی این بانوی آواز چی گذشت، از کجا شروع کرد، چی کشید و چجوری با همه این سختی ها کنار اومد. مهستی با نام اصلی افتخار ددبالا در یک خانواده سنتی و سختگیر در تهران به دنیا اومد. پدرش تبریزی و مادرش اهل رشت بود. پدرش خیلی زود فوت کرد وقتی مهستی فقط 2 سالش بود. بعد از اون برادر ناتنیش اکبر که خیلی مخالف موسیقی بود عملا نقش پدر رو ایفا می‌کرد و سختگیری زیادی روی مهستی داشت. با اینکه خواهر بزرگترش شاگرد زود ازدواج کرده بود و دنبال زندگی خودش رفت، مهستی هنوز مجرد بود و عاشق خوندن. از کودکی با هایده توی حیاط خونه آواز میخوندن ولی هیچ وقت اجازه نداشتن جدی دنبالش برن. زندگی مهستی از وقتی عوض شد که خانواده‌اش به محله کوی افسران رفتن. اونجا با یه خانواده نزدیک به دربار آشنا شدن. از دل همین آشنایی یه شب مهستی و هایده رو به مهمونی درباری دعوت کردن تا بخونن. اونجا جلوی چشمان خانواده شاه اجرا کردن و صدای مهستی دل همه رو برد. خودش گفته بود که اولش خیلی ترسیده ولی واکنش ها اونقدر خوب بود که دل و جرأتش بیشتر شد. هایده متأهل بود و به خاطر خانوادهش نمیتونست زیاد توی این فضاها باشه، اما مهستی که هنوز مجرد بود راهش رو پیدا کرد. خیلی زود با پرویز یا حقی آهنگساز مشهور آشنا شد و اون استعداد مهستی رو کشف کرد. خودش هم اسم هنری مهستی رو براش انتخاب کرد. از اونجا مهستی وارد رادیو و برنامه گلها شد و شد ستاره موسیقی ایران. اما بخش مهم و تلخ زندگی مهستی مربوط به روابط عاشقانش بود. مهستی در 19 سالگی عاشق کورس ناظمیان شد، مردی خوشتیپ و باوقار. این عشق به ازدواج ختم شد و صاحب یه دختر به نام سحر شدند. اما بعد از حدود 10 سال کورس دلباخته خواننده‌ای به نام فیروزه شد و کم کم از مهستی فاصله گرفت. این شکست عشقی ضربه بزرگی به مهستی زد. خودش بعدها گفت که دردش رو با خوندن ترانه‌هایی مثل بازیچه و دلقک خالی می‌کرد. سال 1353 طلاقشون خیلی خبرساز شد و حتی مجلات هم جدی دربارش نوشتن، اما پایان قصه تلخ‌تر هم شد. سالها بعد خبر رسید کورس ناظمیان به اتهام رابطه با عراق دستگیر و اعدام شده. مهستی با اینکه سالها ازش جدا شده بود با شنیدن اون خبر به هم ریخت. اون شب فقط با بغض خوند و به شاگردش گفت من میخونم ولی اشکام رو چه کنم. بعد از کورس مهستی یه بار دیگه ازدواج کرد با بهرام سنندجی ولی اون رابطه هم دوام نیاورد. از اون به بعد ترجیح داد تنها زندگی کنه با دخترش و بعدها نوه‌هاش. خیلی از درباره رابطه مهستی و هایده شایعه می‌ساختن و میگفتن بینشون حسادت بوده. ولی مهستی با بغض گفت به جون دخترم قسم ما عاشق هم بودیم. حتی یه بار خواستم آهنگ مستی رو بخونم از هایده اجازه گرفتم، اونم با لبخند گفت بخون عزیزم. بعد از انقلاب مهستی و خانواده‌اش مهاجرت کردن و خونش رو در تهران از دست داد ولی خوشبختانه یه خونه کوچیک تو لندن داشت. با مرگ مادرش و بعدتر ازدواج دخترش تنهایی به سراغش اومد و بدتر از همه درگذشت خواهرش هایده بود که مهستی رو واقعا شکست. در مورد فوت هایده هم گفت همه میگن اووردوز کرده ولی دروغ میگن. هایده دیابت و فشار خون داشت، سالها با دارو زندگی میکرد تا آخرش سکته کرد. خود مهستی هم سالها با سرطان روده جنگید. برای اینکه صداش آسیب نبینه شیمی درمانی رو با دوز پایین‌تر شروع کرد تا بتونه بخونه. تا نوروز 1386 هنوز روی صحنه بود ولی ناگهان حالش بد شد و برگشت به لس آنجلس. اونجا توی برنامه تلویزیونی با شجاعت بیماریش رو اعلام کرد.
مردم اشک ریختند، دعا کردند، اما بیماری پیشرفت کرده بود. صبح 4 تیر 1386 محسی توی 60 سالگی درگذشت. مراسم تشییعش در لس آنجلس یکی از بزرگترین مراسم‌های هنرمندان ایرانی بود. هزاران نفر اومدن تا براش گریه کنن، تا از صدای جاودانه‌اش خداحافظی کنن. محسی فقط یه صدای زیبا نبود، یه زن مقاوم، یه دل مهربون، یه مادر، یه خواهر و یه الهام برای میلیون‌ها آدم بود. صدایی که با عشق موندگار شد حتی بعد از مرگ. دوستان عزیز، ممنون میشم با لایک و کامنت از ما حمایت کنید.